برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام علیکم و رحمت الله. تماشابینان گرامی، شوکت محمد با شما هستم. در برنامه امروزه دیدگاه ما از عامل‌های سفر الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس برای دیدار با همتای روسش به روسیه گپ میزنیم. جانب‌ها مسائل گوناگون مثل وضع و دورنمای رشد همکاری‌های دو جانبه را بررسی می‌کنند. البته در شرایطی که لوکاشنکو قرار دارد، بررسی این گونه مسائل کمی عجیب می نماید. اما وقتی به مسائل دیگری این گفتگو دقت شود، مسئله کمی روشن می گردد. یکی از این مسائل سرعت بخشیدن بنیاد دولتی اتحادی است که لوکاشنکو همیشه آن را با هر بهانه به تأخیر می گذاشت. با بهانه این اتحاد، رئیس جمهوری بلاروس 12 ساله است که توانست کمک‌های هنگفته از روسیه دریافت کند و طبق حساب کارشناسان حجم چشمرسی درآمد کشورش را هم همین کمک‌های روسیه و نفت و گاز ارزان دسترس شونده از همین روسیه تامین می‌کرد. اما برابری از جانب روسیه کم گردیدن این کمک‌ها و بالا برده شدن قیمت نفت و گاز این کشور را در تمام مصیبت‌های بلاروس گناهکار کرد. آخرین نمونه کمپانی ضد روسیگی لوکاشنکو هم بازداشت دسته سپاهیان روس در کشورش بود که اعلان کرد آنها برای برهم زدن وضع به بلاروس آمده اند. لوکاشنکو همچنین روسیه را در کوشش سرنگونسازی خودش و تصمیم لشکرکشی به کشورش متهم کرد. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была ждать. Билеты, купленные на Стамбул, это легенда. Потому что на границе, выезжая, граница закрыта российская, ими же, им надо было предъявить и там, и здесь, что они летят в Стамбул. اما همین که عرصه تنگ آمد و پایه های تختش به لرزه افتاد، دوباره رو به روسیه آورد و سخن از سرعت بخشیدن تأسیس دولت اتحادی گفت. لوکاشنکو همچنین اعلان کرد ولادیمیر پوتین را صمیمانه برادر بزرگ خود می شمارد. Я выскажу свое мнение, думаю, мой коллега и мой друг согласится с этим. Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий государств и народов, насколько вы готовы. Слушайте, мы завтра можем объединиться вдвоем, у нас проблем нет. در مسائل دیگری گفتگوی دو رئیس جمهور همچنین بررسی مشکلات بین المللی و وضع در منطقه، مسئله های واکنش یکجای به تهدیدهای پیش آمده نیز ذکر شده است. اگر اعلان قبلی ولادیمیر پوتین مبنی بر آماده کردن سپاهیانی مخصوص برای کمک به حکومت بلاروس را به خاطر آریم، می شود تخمین زد که واکنش یکجای به تهدیدهای پیش آمده چی معنی دارد. بعد شروع اعتراضات در بلاروسیه، دیگر از آن غرور قبلی لوکاشنکو که نه تنها به غرب بلکه به حالا برادر بزرگش میتاخت نشانه نمانده است. لوکاشنکو حاضر است کشورش را همین حالا با روسیه ملحق سازد، ارتش روس را به کشورش برد و حتی استقلالیت کشورش را صرف نظر کند، اما در کرسیش باقی بماند. پیدا شدن سپاهیان بازداشت شده روس در کشورش را اکنون لوکاشنکو توطئه آمریکا و حکومت اوکراین مینامد که توانستند آن سپاهیان روس را با فریب وارد بلاروس و مقامات آن را رهگم سازند. لوکاشنکو حتی چند بار مردمش را هم ترس دادنی شد که ارتش ناتو در سرحد کشورش جمع شده است و رئیس جمهوری بلاروس برای پیشگیری از حمله به خاک آن ارتشش را آماده کرده و از روسیه کمک خواسته است. تماشابینان گرامی، اینجا میخوام یک چیز را قید کنم که معلومات های به دست ما رسیدند که
گفته می شود رژیم امامعلی رحمان هم برای کمک به لوکاشنکو به بلاروس یک گروهی مخصوص زودعمل ارسال کرده است تا که این گروهی مخصوص زودعمل برای پراکنده کردن تظاهرگران به لوکاشنکو کمک کنند. اما متاسفانه ما این معلومات را از منابع دیگر هنوز نتوانستیم تصدیق کنیم. تماشابینان عزیز، ما در برنامه امروزه خواستیم در همین باره نظر دیگران را هم بپرسیم. ما از محیدین کبیری رهبر پیمان ملی تاجیکستان در این باره وقتی پرسیدیم، گفت رفتار لوکاشنکو برای تمام دیکتاتورهای سابق شوروی یک رفتار معمولی است. یک ماه قبل لوکاشنکو روسیه را رقیب اساسی و حتی دشمن اساسیش اعلان کرده بود و چند نفره را هم حبس کرد و گفت که کرمل میخواهد او را عوض کند. اما وقتی که در مقابل ملتش قرار گرفت، صحبتهایش تغییر کرد و حالا نه تنها روسیه را پشتیبان خود میداند و پوتین را برادری بزرگ، بلکه اگر وضعیت تنگتر شود حتی آماده است از بحر استقلالیت بلاروس هم بگذرد. رفتار لوکاشنکو برای تمام دیکتاتورهای سابق شوروی یک رفتاری معمولی است و یک ماه پیش از انتخابات لوکاشنکو رقیب اساسی و حتی دشمن اساسی خود قریب که روسیه را اعلان کرده بود و چند نفره را هم حبس کرد و گفت که کرمل میخواهد او را عوض کند. اما وقتی که در مقابل ملتش قرار گرفت، صحبتش تغییر کرد و حالا نه تنها روسیه را پشتیبانی خود میداند و پوتین را برادری بزرگ، حتی باور دارم که اگر وضعیت تنگتر شود از بحر استقلالیت بلاروس هم آماده است که بگذرد. چون این نوع دیکتاتورها بخصوص در منطقه سابق شوروی که اصلا دیکتاتورهای ایدئولوژی نیستند، که مثلا اینها را دیگر نمیشود کمونیستی صادق گفت یا دموکراتی صمیمی گفت یا نمیشود حتی مربوط به یگان دین باشند. اینا ایدئولوژیشون، دینشون، اعتقادشون فقط قدرت است و برایشون فرق نمیکند که این قدرت را به آنها کدام ایدئولوژی، کدام کشور تأمین میکند. و من باور دارم که لوکاشنکو برای گذشت کردن از بحر استقلالیت و تمامیت ارضی بلاروسی هم آماده هست، فقط اینکه در قدرت بماند. اما او تنها نیست. ما دقیقا همین کارا در رفتارهای رحمان هم پیشتر دیده بودیم. وقتی که برای او لازم بود پشتیبانی ازبکستان و اسلام کریموف در مبارزه با نیروهای اپوزیسیون، او کریموف را برادر کلان حتی پدر خوانده بود و رفتارهای او رو که دیگر ثبت شده است در تاریخ میدونید. اما بعد از اون که با اپوزیسیون وارد مرحله صلح شد و این خطر از طرف مردم خودش برطرف شد، او دیگر چه رفتارهای با کریموف کرد و ناپسندی، به احترامی، کار به حدی رسید که کریموف مجبور شد دست به یک اقدام‌های بی‌معنی دیگر بزند، مثل مینگذاری در مرز و بستن راه‌ها و غیره. و حالا اگر همون وضعیت تکرار شود و رحمان برای حفظ قدرتش مجبور به تکیه به یکی از قدرت‌های خارجی شود، برایش دیگر فرق نمی‌کند که اون روسیه هست، چین هست، ایران هست و حتی میتواند بار دیگر به ازبکستان تکیه کند، حتی با کشورهای غربی هم اگر اونها کفالت ادامه قدرتش را بدهند. این گونه دیکتاتورها برایشان شعارهای مثل پاتریوتیسم، وطن دوستی، کشور را حمایت کردن تا همون لحظه استفاده می شود که به قدرت آنها کمک میکند. برای مثال امروز رحمان یا لوکاشنکو مخالفین خود را به خیانت و وطن فروشی متهم میکنند و گویا در خدمت خواجگان خارجی باشند. اما برابر آن که احساس کردند که قدرت از دستشون میرود، میان تمام این سرزمین را، وطن را، مرزها را،
استقلالیت را در عوض باقی ماندن در قدرت به کشورهای دیگر هدیه خواهند کرد. من مطمئنم که رحمانوف در حالتی که لوکاشنکو گرفتار است در چون حالت حتی آماده است که بیشتر از این زمین‌های تاجیکستان را هم بدهد، اقتصادیات را، و راضی میشد به همه چیز تنها در سر قدرت بماند. بنابراین این گونه رفتار رو من یک رفتار معمولی برای دیکتاتورهای سابق شوروی میدونم. اما الک پانفیلوف، نویسنده و روزنامه‌نگار معروف زاده تاجیکستان که حالا در گرجستان به سر میبرد، میگوید مقایسه تاجیکستان و بلاروس چندان درست نیست. در نقشه تأسیس امپری نو که پوتین هم برای آن سر قدرت آمده است، بلاروس موقعی می شود گفت که اساسی را اشغال می کند، چون با شعار تأسیس یک کشور سلویانی مطابقت می کند. از طرف دیگر بلاروس موقعی خوبی ژئوپلیتیکی دارد، چون یک کشور اروپایی است و با این از تاجیکستان که حتی سرحد یگانه با روسیه ندارد فرق می کند. Я бы поостерегся сравнивать ситуацию в двух странах, в Беларуси и в Таджикистане, хотя бы потому, что в процессе восстановления некой империи, ради чего, собственно говоря, Путин и появился 20 лет назад в Кремле, Беларусь занимает, может быть, самое главное место, потому что под нее подходит главный лозунг «Славянское государство, воссоединение славянского пространства». Во-вторых, у Беларуси есть геополитическое преимущество. Она все-таки европейская страна. Это отличает от Таджикистана, который к тому же не имеет общих границ с Россией, как Беларусь. Поэтому то, что происходит сейчас в Беларуси, это большой удар для Путина и идеологов восстановления постсоветской империи. В случае же, если это произойдет в Таджикистане, то у Рахмонова очень мало шансов получить поддержку Путина. Опять-таки из-за того, что нет общей границы. И, во-вторых, у Путина просто нет уже физической силы для того, чтобы каким-то образом сдержать ситуацию, если она возникнет. Это не 92-й год, когда просоветские силы были достаточно сильны, а Таджикистан был молодой беспомощной страной. Так что Рахмон, скорее всего, должен сейчас наблюдать за событиями в Беларуси с большой тревогой. Ситуация и экономическая, и геополитическая, и социальная намного хуже, во много раз хуже, чем в Беларуси. چند پیش از کاربران و تماشابینان ما در زیر نوار یک برنامه ما درباره انتخابات پرزیدنت بلاروسیه ما را به آن تنقید کرده بودند که ما پرزیدنت این کشور لوکاشنکو را به امامعلی رحمان همچون دیکتاتور تشبیه میکنیم که اینطور نیست. این کاربران ما فهمش و مدار سیاسی امامعلی رحمان را در برابر لوکاشنکو هیچ دانسته‌اند. یک تاجیکی مقیم بلاروسیه به ما گفت که نظام دولت داری که لوکاشنکو در بلاروسیه ساخته است شاید در تاجیکستان پایدیوارش هم نباشد. اما همین که به دل مردم زد، دور و دراز در کرسی نشست، مردم نه به خدمتش نگاه کرد و نه به نظام ساختگیش. مردم گفت به دل زدی دو شو. محبت کرسی به این حال آوردش، حالا لوکاشنکو نمیداند چی کار کند.
حالا محض برای در قدرت ماندنش استقلالیت بلاروسیه زیر سوال رفته ایستاده است. امامعلی رحمان چی؟ در طول 28 سال نه زواد ساخته است و نه فابریکه، نه کارخانه، نه کارگاه. کدو سلفی، تربوز سلفی کردم گشته است. چیزی دیگر، حتی در ساختن مردمی با فرهنگ و مدنیت لوکاشنکو خیلی کار کرده است. این است که امروز زیاده از 100,000 مردم طول 45 روز در خیابان ها است. در یک جا یک بی‌ترتیبی یا ویرانکاری را نمی بینید. حالا این گونه وضعیت به سر امامعلی رحمان به تاجیکستان بیاید، نمیدانم چی می شود. تماشابینان گرامی، لطفاً در پایان این برنامه ما در شبکه یوتیوبی پیام تیوی نظرهای خود را نویسید. کسانی که این برنامه ما را از شبکه ماهواره تی پلاس تماشا میکنید، لطفاً نظرهایتان را توسط پیام فرستک های تلگرام، ایما، واتساپ و وایبر به رقم 49 15 16 46 15 947 فرستید. اینجا برنامه ما به پایان خود رسید. با امید دیدار در روز دیگر. خدا حافظ. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. با آگاهی مردم شریف تاجیکستان با برابر فرارسی 29مین سالگرد استقلالیت جمهوری تاجیکستان، شبکه نوین ماهواره‌ای تی پلاس به کار آغاز می کند. برنامه ها با زبان های تاجیکی و روسی پخش خواهند شد. شما می توانید آن را از ماهواره ایتلسات 7B در موقعیت 7 درجه شرقی بر روی بسامد 11262 گیگاهرتز، سرعت نشانی 27500، قطبش افقی FEC 5.6 تماشا کنید. ماهواره ایتلسات 7B، موقعیت 7 درجه شرقی، بسامد 11262، سرعت نشانی 27500، قطبش FEC 5.6.